خب لیستینگ لایف فهمیدیم که مثلا یک جنس جنسی را که ما در نظر گرفتیم باید کم از کم یک 6 ماه شده باشه که در آمازون آمده. نقطه بعدی است که value addition. این به معنای ازی است که شما یک جنس است که یک چیز دیگری را اضافه میکنین به خاطر از به شکل رایگان تا مشتری از شما راضی شود و فروش شما بیشتر شود. فرض مثال موبایل است، مثلا آیفون نه، در کل موبایل البته شما چون پرایوت لیبل میکنین آیفون رو نمیفروشین، آیفون یک برند جداگانه هست، خودتون میخواین یک برند جداگانه به نام خود بسازین. این حال کل موبایل ها فروخته میشه فقط به شکل خالص موبایل. شما چی میکنین؟ همین موبایل ها که فروخته میشه رقیبان خود میبینن که اونا فرض مثال یک موبایل ده $20، یکیش ده $15، یکیش ده $10، فرض مثال یکیش ده 21 و 22 و مثلا $25 میفروشن. شما در بین از اینا میفروشین، در بین این قیمت ها میفروشین، هر قیمتی که انتخاب میکنین ولی بهتری است که کمی پایین تر باشه. فرضاً شما کالکولیتر میکنین، محاسبه میکنین، او چه رقم محاسبه میشه باز میگم. محاسبه میکنین که من فرض مثال اگه این جنس ده $18 بفروشم، ما خریدیم ده $8، فرضاً کل مصارف سر $6 آمده و مثلا مصارف دیگه من بیاید $3-4 دیگه، فرض میکنیم که به من $7 در این جنس فایده میمونه اگر من یک دونه از این بفروشم این موبایل. تو میگی برو از این $2 من تیر میخوام $5 فایده کنم، یک دونه پوش یا ضربه همین موبایل من کتش به شکل رایگان میتونم که به شکل رایگان دادن اونجاست که جنس شما آمازون برای زیاد ارزش میده، به خاطر که آمازون به مشتری خود زیاد ارزش میده. هرچند دکاندار آمازون به مشتری آمازون ارزش بده، در اون صورت آمازون به دکاندار خود ارزش میده، به خاطر از اینکه او میگه که دکاندار مشتری مرا مثلا ارزش میده، بنابراین بزنس مرا رونق میبخشه، بنابراین او هم به همین ترتیب توجه میکنه. در این صورت شما متوجه باشین. اگر باز فرض مثال در یک جنس شما $1 یا $2 فایده میکنین و شما یک جنس اضافه را کتش میتین که فرض مثال او قیمتش $4-5 است و شما علاوه فایده که نمیکنین ولی نقصان میکنین، در اون صورت بازی ای را اج نمیکنین. این در صورت اج میکنین که فرض مثال یک چند فایده از خود بگید که من اینقدر فایده نمیگیرم، خیر فایده کم باشه ولی خوب کار بهتر باشه. خب این حال میریم سر زیر ما عملی کار میکنیم که چی رقم ما این نقاط این کارا رو ما چی رقم انجام بدیم میتونیم. میره خود تئوریکی خواندیم که فرض مثلا اینا قاعده باشه، خب این رو ما از کجا ببینیم چی رقم بفهمیم. برای از این ما گفتیم که تولز هست. تولز من حیث همکار برات کار میکنه که این شرایط تو کلش توسط همین تولز پیدا کرده میتونی که تولز ها مختلف هستن، جنگل اسکاور، هیلیامتون و وارلاینج و ایگرو کیپ و مختلف هستن که توصیه میشه اگر کسی پرایوت لیبل میکنه می جنگل اسکاور، هیلیامتون یا و هولسل میکنه باز کیپام ضرورت هست. بنان هر دوی جنگل اسکاور هیلیامتون داشته باشین بردان کفایت میکنه. خب میرم سر به شکل رایگان به شکل عملی سر از این کار میکنیم. اول من میرم خب صفحه آمازون یا وبسایت آمازون رو به خود باز میکنم. این حال ما عملا دیگه برای پرایوت لیبل پروداکت هانتینگ میکنیم. عملا پروداکت هانتینگ ما از اینجا به پیش میبریم. خب ما فرض مثال اولا چی کار میکنید شما؟ اول اگه اینجا فرض مثال دلیور تو افغانستان نوشته بود چون آی پی چی میگیره جایی که شما هستین، این از اینجا شما چنج کنین. این نشان دهنده اول کمی که سر داشبورد مودون گپ میزنیم باز سعی کنین اینجا چی میگه سرچ بار میگه، در اینجا شما هر جنس را که بخواین سرچ کرده میتونین. یعنی اینجا کاتگوری های جنس است که در کدام کاتگوری تو میخوای جنس بپال، در کاتگوری کتابا، در کاتگوری اطفال، در کاتگوری زیبایی. اینی کاتگوری های جنس است که خیلی زیاد کاتگوری شما میبینید اینجا هست. هر کاتگوری واسه خود سب کاتگوری داره، درست؟ و به همین ترتیب بعدش اینجا شما میبینید این نمایندگی از این میکنه که مارکت پلیس یو اس ای را ما چی کردیم آمدیم درش، چون ما amazon.com زدیم، درست؟ ما گفتیم که amazon.com نمایندگی از چی میکنن؟ ورهاوس یا گودام نمایندگی آمازون در امریکا میکنن. به همین ترتیب اینجا از خودت فرض مثلا سنترال آمازون اگه داشته باشی ببینید ما در آمازون دو نوع اکانت داریم. خود دو نوع البته وبسایت چی است. یکی را اکانت فروشنده آمازون است، یکی هم اکانت مشتری، یعنی کلگی درش آمده میتونه. یعنی که من اینجا زدم اینی البته وبسایت آمازون است که کلگی از اینجا خرید میکنه، اجناس در اینجا فرض در دکان مانده شدن. حالا دکان شما که مدیریت میشه از کجا مدیریت میشه؟ او اگه شما بسازین او Amazon Seller Central هست که
یا میرم یک به شکل اینجا میبینید آمازون سلر سنترال. شما در اول این رقم یا اکانت میسازین، بعدش که این اکانت داشته باشین از اونجا شما در اینجا مدیریت میکنین. از اینجا اگر دارین خود لاگین میشین، اگر ندارین ساین اپ میکنین. این که باز چی رقم ساخته میشه طریقش باز ما میگیم اینی جداگانه هست و اینی جداگانه هست. اینی را موضوع بفهمین. خب این فهمیدین و دیگه اینی نوشته کرده که deliver to New York. اینجا چی معنا؟ این به معنی است که ویرهاوز آمازون امریکا، البته گدام یا هم نمایندگی آمازون امریکا هست، به ما اجناس را نشان بده که در داخل امریکا به نیویورک قابل انتقال باشه. به ما اینی اجناس نشان بده. اگر من بخوام میره چنج کنم، اینا من میتونم چنج کنم. چطور چنج میکنی؟ تو از اینجا زیپ کورش چنج میکنی. زیپ کور یک آدرس مشخص هست. اینال فرض سال 1000 چند بود، اینال من میرم زیپ کور چی رقمو پیدا میتونم. شما نوشته میکنید که نیویورک زیپ کد. نیویورک زیپ کور میذارم، میبینید کل زیپ کورها رو براتون کشیده. همین ترتیب هر مملکتی که شما کار میکنید مشکل نیست. این 1001 و دیگه این یک دونش یک از اینها رو میگیریم و فرض مثال و 1005 هست. البته میرم ما از اینجا 1005 میذارم، اپلای میکنم، دان. چون یا از یکی از زیپ کودهای نیویورک هست، درست؟ بنابراین ما به این ترتیب شما میتونید که زیپ کود تغییر بدین از اینجا. اینی براتون اجناس را میاره که قابل انتقال در امریکا به اینی استیت امریکا باشه. یعنی شما باز متوجه بشید یگان وقت اگر افغانستان باشه درست دیتا را بر نمیده، با شما میگین که چرا یگان آپشن ها را براتون نشان نمیده. این اینجا آپشن ها فهمیده شد؟ به این ترتیب. خب این فهمیدیم. این حال سر چی میریم؟ ما سر پروداکت هانتینگ کرایتریای البته شرایطی که ما یاد گرفتیم، شرایط پرایوت لیبل بوده، با ویرهاوز و گدام امریکای آمازون بوده. البته خب اینا ما هر یک شرط دیدن میایم سرش. اینا هم جنگل سکاور هست، یعنی صفحه جنگل سکاورش داشبورد از اینجا کارا رو به پیش میبره، این ستینگ هایش است و به همین ترتیب این تولزی که من نام براتون بردم یا هیلیوم 10 از ما تیار دارم در لپتاپ خودم. برای شما میبینید که این آپشن ها داره که از این آپشن ما چطور کار کرده میتونم. این بلاک باکس است، سوپر مثال مگنت ها، سیری برو رو باز جدا جدا بعداً میفهمیم. خب اینال میرم سر مشارکت. اولین شرطی که ما گفته بودیم که یک جنس داشته باشه، گفتیم که ریویو از اونها سلسله تاپ 10 پیدا میکنی. تاپ 10 یک جنس پیدا میکنی. اینجا سوال خلق میشه که من اول جنس از کجا پیدا کنم؟ تاپ 10 شخصی پیدا خواهد کردم. من جنسی که من تاپ 10 از رو پیدا کنم چطور؟ شما باید ایدیا بگیرین. یعنی اینجا میان شما هر جنس را فرض مثال ما براتون برم اینجا باش. اینجا یک آپشن است به نام بست سلرز. بست سلرز تو یک آپشن است که در اونجا آمازون تمام فروشندگان بهترین خود اونجا جابجا کرده، برای از اون نمره داده. مثلا نمره اول برش داده، میگه در کدام بست سلر in women's tops tees and و به همین ترتیب بلوزز کاتگوری. این به معنی چی؟ یعنی بهترین فروشندگان در لباس های فرض مثال یا هم بلوزهای زنانه. بهترین فروشندگان اینی اشخاص هستن که شما میبینید. یعنی رتبه اول داره، اینی فرض مثال رتبه دوم داره، به همین ترتیب بود دیگه رتبه سوم داره، به همین ترتیب. اینجا باز گفته best sellers in blended vitamin in mineral supplements. بهترین فروشندگان دمی دوایای منرالی و اینی چیزا. درست؟ اینی براتون اینجا به شکل البته به شکل افقی براتون قطار کرده که هر یک شما اینجا میبینید. شما اینجا چی رقم آیجا گرفتن میتونیم؟ باش که لودنگ میکنم. آیجا یک جنس شما چی رقم اول باید دریافت کنید. به این ترتیب است که این دسته چپ میبینید تمام کاتگوری رو به ما نشان میده. یعنی تمام کاتگوری رو به ما نشان میده. باش که یا رفت صفحه میبینید که این دسته چپ تمام کاتگوری ها هست. ما میگیم که اگر یک نفر میخواید آمازون در امریکا فروش داشته باشه، اتونست که شما چیزتون که زیبا براتون معلوم شد، خوب براتون معلوم شد، رو دیگه بفروش. میتونین که بفروشی ولی تاوان میکنی.
این حال شما هر چیزی که هست باید مطابق شرایط دیده باز او را به فروش برسون. حتی یک جنس باشه که خودت نمیشناسیش ولی شرایط صدق میکنه باز مورد میفروشی. اینجا ما کاتگوری ها داریم. بهترین کاتگوری برای امریکا که فرانسال در کل تمام فروشندگان از اون نظر طور میده که بهترین کاتگوری ها که در اونجا خوب فروش داره کدام کاتگوری ها هستن. کاتگوری هومن کیچن هست، یعنی وسایل خانه و آشپزخانه. به همین ترتیب کاتگوری دیگه مثلا پیت سپلایز هم هست، بله وسایل مثلا وسایل حیوانات که از اونا برای خود به حیوانات خود میگیره، مثلا نان و غذای حیوانات و خوب رقم چیزا ما نمیگیریم که اکسپایریشن دیت داشته باشن. البته یک شرط دیگه جنس هم براتون بگم که اجناس را نمیگیریم که اکسپایریشن دیت داشته باشن، تاریخ انقضا که میگه مثلا تاریخ اکسپایر که میشه او را داشته باشه. از اون جنس ما البته جلوگیری میکنن به خاطر از اینکه او اکسپایر میشه وقتش دیر میشه، باز در اون صورت مجبور است او سپارتش جنس را میگیری که البته این چیزها را نداشته باشه. مثلا جنسی هست که من براتون نشان بدم و ها این الکترونیکس هم اول شما نمیگیرین در کاتگوری الکترونیکی که میآید به خاطر از اینکه شاید خراب شود در راه یگان مشکل چون خودتان ابتدایی هستین دلتان نزنه و ریسک زیاد نمیگیرین. شما اول که میرین بهترین نیست که برین در بوکس هم درست است که کتابا و به همین ترتیب میایم هومن کیچن کاتگوری. خوب کجاست کچن دیزاین کاتگوری هم بهترین کاتگوری از خوب کاتگوری است و اینجا هم این کچن کاتگوری. من میگم من سر از این کلیک کنم به معنای از است که من به آمازون میگم که به من بهترین فروشندگان خودت در کاتگوری هومن کچن به من نشان بده که او در کاتگوری خانه و آشپزخانه بهترین فروش، یعنی اجناس میفروشه و تو او را بهترین در نظر گرفتی چون فروشش زیاد است و رضایت مردم از او زیاد است. سعی تمام وسایل و من نشان میده که مربوط خانه و آشپزخانه میشه. باز از اینکه من زدم هونم کچنی را به خط درشت به من نوشته کرد به معنای از است که ما فعلا در کاتگوری هومن کچن هستیم و این پایینا که هستن سب کاتگوری هست. سب کاتگوری یعنی چی؟ در کاتگوری که دیگه کاتگوری باشه. مثلا ما میگیم که وسایل خانه و آشپزخانه، باز میگیم که وسایل مخصوص آشپزخانه، باز در آشپزخانه میگیم که وسایل مخصوص فرمسال چای خوری چای که می نوشه کنم فرمسال چای جوش هست و پیاله هست و قاشق از این چیزا. و به همین ترتیب باز میگیم که وسایل مخصوص دیگ که مثلا در دیگ چی چیزا یا مربوطش میشه. درست به همین ترتیب در خانه میگیم که وسایل مخصوص اتاق خواب یک سب کاتگوری در کاتگوری وسایل خانه و آشپزخانه شد به این ترتیب. خب شما اینجا میبینید که سب کاتگوری داره. خب ما سب کاتگوری انتخاب نمیکنیم، ما در کلش میایم. اینی آپشن سعی کن به من اینجا یک چارکنج خانه اضافه میآید که به من نشان میده که این ماهانه چقدر فروش داره، این جنس کدام برند هست، چه وقتی لانچ شده، وزن از این چقدر است، حجم از این چقدر است. اینی کلش به من نشان میده. این کی نشان میده؟ این به من جنگل اسکاوت نشان میده. اگه جنگل اسکاوت نباشه اینی آپشن ها رو شما دیدن نمیتونید. فعلا شما که در لپتاپتون استفاده میکنید نشان داده نمیشه و این براتون نشان میده که این جنس چند دونه فروشنده وجود داره. بنان به همین ترتیب شما میاین اول میبینید که خب من چی رقم آجا بگیرم، خب اینی جنس است آیا ایره من بفروشم یا خیر. اول میم قیمتش. ما در شرط قیمت چی گفته بودیم که در بین 12 و 40 باشه. خب قیمت خود صدق میکنه، درست است. ریتینگ هم صدق میکنه به خاطر که ما گفته بودیم که 4.5 البته باشه در کل. خب این جنس اول خودتون یک سایل کنید که چی رقم جنس است. شما میگین که والا این جنس ماشینی هست، امکان خراب شدنش هست. خب من میگم که نه، من از این جنس صرف نظر میکنم، ایره من خوش ندارم به خاطر اینکه امکان خراب شدنش هست. به همین ترتیب بعدش بالشت است. آیا بالشت رو من بفروشم؟ میگیم قیمتش والا کم است، $8. ما گفته بودیم که $12 خب کم از کم باید داشته باشه. البته باز از این ما صرف نظر میکنیم. این بالشت های دیگه ای هست و به همین ترتیب در کل همه تو میبینین دانه به دانه یکیش البته خوش میگیره. سر هر یکیش همه تو میگردین میبینین. از اینجا براتون ما یک نشان بتم در جنگل اسکاوت اینا براتون میگه، نشان میده که اینی جنس در کاتگوری هومن کیچن رده دوم داره، یعنی فروشنده این جنس دوم نمره هست. البته در اصطلاح هم براتون بگویم در اینی کاتگوری که فروش خوب داره. و باز در سب کاتگوری اینی کاتگوری که هم نمیفهم که چی نوشته کرده فایرز، یعنی باز اول نمره هست، یعنی او فروشنده بهتر از در کل در تمام. دیلی اند مانتلی سیلز اینا نشان نداده بر ما. خب اینا چرا با نشان نداده؟ به خاطر که من اینجا لاگین نیستم. باش که لاگین شم.
خب شما حالا میبینید که من لاگین شدم، درست؟ بعدش اینجا میبینید که به من اینا رو نشان میده، منتلی سیل زیرا و دیگه موضوعاتش. قبلا نشان نمیداد، باش که اینا لود کنه. یعنی من براتون نشان میدم که چی رقم کار میکنه، این چی چیزها را، کدام مشخصاتی جنس ما نشان میده. اینی رو میبینین، ایده میگه اسن نمبر. تمام اجناس در آمازون که هست، تمام اجناس در کل از خود یک نمبر داره، یک کد داره. در اصطلاح گفتم میتونم یک کد می داشته باشه به نام کد اسن که او اسن مربوط فقط آمازون میشه. آمازون به هر جنسی که وارد آمازون میشه یک کد میده که شما در کد مشخص دیگه جنس وجود نداره، فقط هر جنسی که هست از خود هر جداگانه کد داره. اونم شما کدش که میزنین براتون اون جنس مشخصه رو براتون میده. یعنی رو میگه اسن نمبر. جاتر وقت شما که از این اصطلاح روبرو میشین، یعنی آدرس این جنس، آدرس دقیق این جنس یا در شکل یک کد است که هر جنس از خود کد داره و در جنگل اسکار که شما باشه که در اینجا نوشته باشه و اگر سر جنس شما کلیک کنین باز در کل در آخرش در پروداکت انفورمیشن در اونجا نوشته باشه. این رو بعدا ان شاء الله که سرش کار میکنیم. خب شما ببینید اینجا اول اسم نمبر جنس به ما داده، بعدش نوشته کرده که دوم است، در رده دوم قرار داره در کاتگوری عمومی هومن کچن و در رده اول قرار داره در سب کاتگوری ازی. درست؟ منتلی سل ازی ماهانه چه قید جنس میفروشن، چند عدد میفروشن؟ 7000 البته 74013 دانه. این نفر 74013 دانه این جنس هر ماه میفروشن، فروش داره. روزانه چند دانه میفروشن؟ روزانه 2467 دانه میفروشن. منتلی ریونی ازی چقدر است؟ ماهانه ای چقدر درآمد داره؟ ماهانه ای تقریبا البته 2,218,169 دلاری درآمد داره ماهانه. این درآمدش کلا از این اسی باز تقسیم میشه، نصفش مثلا یک حصهش سر جنس دوباره مصرف میشه، یک حصهش دیگه آمازون ازش میگیره و یک حصه دیگه برای فایده ایمانم. یعنی کسی را در کل براتون یاد میتونم. درست؟ نت پروفیت یعنی فایده خالص در جنس که براش میمونه 18 دلار است، میره میفروشه به 29 دلار و تمام فیسی که آمازون از این میگیره به مختلف کارا 11 دلار هست. درست؟ لیستینگ کوالیتی یعنی کیفیت لیستینگ کوالیتی سکور، کیفیت ALQS است، لیستینگ کوالیتی سکور، کیفیت لیستینگ از شخص. لیستینگ چی را میگه؟ لیستینگ این را میگه من سرش کلیک میکنم باش نشان کنم. البته در اول که کل صفحه آوازش با آشنایی پیدا کنیم بهتر است. گرچه ویدیو درازتر میایم، شما باید همیشه کوشش باشه که البته احساس خستگی شاید بکنین، ولی مهم از همه ای است که موضوع دقیق بفهمین و یاد بگیرین. برای میارزه به این میارزه که شما یاد بگیرین و مثل از این شخص که فرض مثلا شما ببینین 74,000 دانه ای فقط این جنس میفروشن. چند سال میشه که کار میکنه اینجا نشان میتونه. ما در 2020 این جنس آورده در آمازون، یعنی کلا دو سالش مکمل شد. البته دو سه سال میشه که جنس میفروشن و این قدر درآمد داره. ماهی 2 میلیون دلار فروش میکنه. 2 میلیون دلار که کم از کم برش بمانه، در حدود 1,00,000 دلار شاید برش بمانه. برار شما میبینین که مردم تمامشان
شما هم میتونن در یک رده از قرار بگیرن، ولی با شرطی که شما بخوانید، حوصله داشته باشین و کار کنین برش و زحمت بکشین، موضوعات درست دقیق یاد بگیرین. ما البته موضوعات کلی رو اول براتون میگم، بعد از اون سر پروداکت هانتینگ میریم، باز شرایط صدق میکنیم که چی رقم میتونیم. خب اینی در لیستینگ میگه. لیستینگ چی است؟ لیستینگ یعنی البته یعنی کیوردز هست. کیوردز چی را میگه؟ نام اجناس، همین جنس، نام جنس در چند جمله ای را آورده. به همین ترتیب در لیستینگ دیگه چی شامل میشه؟ عکس‌ها، وینی ویدیو، وینی عکس‌ها، کلش عکس‌ها رو پایین میبینید، یعنی در لیستینگ شامل میشه. به همین ترتیب قیمت در لیستینگ شامل میشه که شما قیمت ذکر کنید در لیستینگ. در لیستینگ یعنی 5 نقطه ذکر میشه که اینی را میگه بولت پوینتس. این نقاطی است که جنس شما، مشخصات جنس شما را تذکر میده. به همین ترتیب در لیستینگ پایین میاین که اینجا product description هست و انفارمیشن در رابطه با جنستان، موضوع توضیح میکنن جنستان که چی رقم و چی رقمی رقم هست، تمام موضوعات. به همین ترتیب product information هست که از کی هست و از کجا. من گفتم اسن همیشه در اینجا می باشه. اسن نمبر یک جنس پایین میاین، در product information روبرویش اینجا اسن هست، روبروی اسن امو کور جنس می باشه به این ترتیب. خب این حالا میریم سر امو پیدا کردن جنس خود ما. خب ما فرمسال میگیم که نخری جنس نمیفروشیم چون ماشینی هست. خب اینا تو شما آهسته میرین تمام اجناس دیده هر یک جنس که خوشتون میاد یک نظر سرش میندازین و شرایط از اون رو میبینین. فرض مثال ما براتون مثال میتونم. من این حال فرض کنم در آشپزخانه یک جنس از به نام لیمون سکویزر. من این جنس خوش کردم، میگم والا شاید این جنس خوب باشه، تو بیا سر جیم تحقیق کنم. البته شما اول جنس خوش میکنین، بعد از اون سرش شرایط صدق میکنین، بعد از اون سرش تحقیق میکنین. مثلا من این جنس از خوب لیمون سکویزر، همون آب لیمون را که میکشه. در کل مزیات از این مثال میتونم به خاطر که یک آشنا است و دیگه البته که یک چیز خوبه، یعنی آسان است که سرش کار کنیم. البته که پروسه تدریسی ما طولانی نشه باز. خب اینی جنس به نام لیمون سکویزر هست. با معذرت خب که نمیشه اینا رو باز ویدیو را قطع کنیم. خب این لیمون سکویزر این جنس هست. شما میبینین کلش. من این جنس فرانسال خوش کردم. شما اول از اون طریق مثلا در بستسلر میرین، کاتگوری رو انتخاب میکنین. هر کاتگوری که باشه ولی توصیه میشه که هومن کیچن باشه یا پیچ سپلایز باشه یا اونجا یگان کاتگوری دیگه هست و شما میتونید در گوگل هم سرچ کنید که فرانسال بهترین کاتگوری برای فروش در آمریکا کدام هست، اونجا براتون نشان میده. اتون نیست که دیگه کاتگوری فروخته نمیشه، میشه ولی بهترین شما میپالیم. زحمت خودم میکشیم در اوایل که جنس خوبی را لانچ کنیم. شما وقتی که کاتگوری دیدین، در بعد از اون کاتگوری دیدین، در مو کاتگوری فرانسال شما یک جنس دیدین خوش کردین، قیمتش دیدین مناسب است، فروش و این گباش دیدین، بعد از اون نام از اون جنس شما میگیرین. در میشه در مو اولش نام نوشته باشه یا در دومش، در خط دومش، یعنی اینجا سعی کنید یعنی کلا نام جنس می باشه در اینجا میبینید، یا اولش هست یا اولش زیادتر وقتی اول نام برند جنس می باشه یا همین دومش هست. سعی کنید ببینید لیمون سکویزر، لایم سکویزر نوشته کردن یا هاند جوسر لیمون سکویزر، یعنی یک نام از این میگیرن، فقط در سرچ بار آمازون سرچ میکنن. بعضی که سرچ کردین اینا ما میریم سر تحقیق بالای جنس. مثلا من این جنس دیدم خوش کردم، اینا ما سر تحقیق میکنم که آیا این شرایط مرا صدق میکنه آخر. اینی طریقه است که پروداکت هانتینگ کمه براتون، یعنی کم حوصله‌تون رو تنگ میکنم. مثلا در یک ساعت شاید نشه، در 2 ساعت شاید نشه، حتی در یک روز شما شاید پیدا نتونین، حتی در یک هفته، حتی در 2 هفته، ولی شما هیچ وقت تسلیم نمیشین. همیشه کوشش میکنین، اگرچه به خودم پیدا نمیکنین ولی به شکل پرکتیسی کوشش کنین تا هر مقداری که اجناس پیدا میکنین پیدا کنین تا دستتون روشه و دیگر روز که خودتون عمل اقدام میکنین خیلی آسان بتونین پیدا کنین و یا با کسی دیگری کار میکنین پیدا بتونین. البته بناام اینا مثلا شما هر کاتگوری میرین در اونجا سب کاتگوری از جنس ها رو میبینین، بعضی سنش تحقیق میکنن تا نصف پروسه که میرین باز میبینین که یک
شرط یا 2 شرط صدق نمیکنه، باز رو میمونین، باز پشت دیگه جنس میرین، یعنی پروسه کمی براتون چی میشه در اوایل. البته برای فرض مثال من اینی جنس خوش کردم لیمون سکویزر اینجا نوشته کردم، این حال من میرم میبینم که اول از این صفحه که چیزایی که صدق میشه از اینجا کوتاه، این برای من میگه که این جنسی که خودش سرچ کردیم این در 24 صفحه آمازون وجود داره. این صفحه اول آمازون است. خب صفحه اول آمازون به همین ترتیب صفحه دوم داره آمازون تا 24 صفحه در این جنس داره. البته در هر جنس صفحات مختلف تا 24 این 52 رو گفته، ولی اونجا نوشته کرده که تا صفحه 42 بود یا 24 24 تا صفحه 24 تقریبا 1000 دانه از این جنس وجود داره. یعنی به معنای از این است که ما 1000 نفر رقیب داریم در بازار امریکا. در جنس لیمون سکویزر ما 1000 نفر فروشنده ای جنس داریم. یعنی 1000 نفر در کل اصطلاحی هم براتون بگم، شما پشت دیگهش نگردید، فقط اینجا رو ببینید. این نشان دهنده از این است که رقیبا که چند دانه رقیب دارین شما. ما این جمعه که لیمون سکویزر شما 1000 رقیب دارین و ما در شرط چند گفته بودیم که تقریبا no more than 2000، از 2000 ما زیاد نباید باشن. خب اینی یک شرط ما را صدق کرد، یک تست ما پاس شد، یعنی را میگم که خب بهتر اینجا 1000 نفر یک تست ما کاملا پاس شد. این حال تست دیگه ما چی هست؟ پرایز ازی است، قیمت ازی. خب من اینجا سرش چی میکنم؟ هم اکستنشن جنگل سکاور دارم، هم هیلیوم 10. اول میرم سرش هیلیوم 10 کار میکنم. لیمون سکویزر شما سرچ کردین، سر صفحه عمومی استاد میشین، سر هیلیوم 10 کلیک میکنین، بعدش یک آپشن از به نام اکسری کلیک میکنین، براتون دیتا را میاره. این براتون دیتای را میکشه، ده بهترینش براتون میکشه و به همین ترتیب اوریج یعنی اوسط فروش، اوسط درآمد، به همین ترتیب ریتینگ تمام موجود. در اینجا ما میتونیم که شرایط سرش صدق کنیم. یک شرط ما صدق کرد که بیشتر از 2000 نباشه بلکه در 1000 بود، یعنی 1000 حتی پایینتر هم بود، بهترتر هم بود. خب یک تست ما پاس شد. این حال میریم قیمت اوسطش که ما گفته بودیم قیمت اوسطش باید از 12 یا پایینتر نباشه و تقریبا 40-50 بالاتر نه. این را میبینیم که این را چطوری شکل میکنن. هم در جنگل سکاور میبینیم، هم در هیلیوم 10. تا هایی که براتون چه میشه، من اینجا براتون لیمون سکویزر ما اینجا سرازی
اکستنشن جنگل رو ران میکنم تا که او رن میشه تا او ما جنگل رو میبینیم. به ما هم جنگس کان برای ما در بهترین ها را میکشه و هم هیلیم تن. ولی یک موضوع که در یادتان باشه این تولز ها که هستن دیتای تخمینی را براتان میکشه. 100% نیست که فیکس کمپانی باید 100% دیتا را براتان دقیق بکشه. بعضی اوقات ما میبینیم که جنس در جنگل اسکار رو میگه که قیمت از این در آمازون $12 است، وقتی که در آمازون میبینیم که قیمت از اون فرمسال $13 است، $1 تفاوت کرده. یعنی به این معنی نیست که جنگل اسکار دروغ میگه و خراب است، نه خیر. جنگل اسکار همچنین تمام تولز ها 100% یعنی فیکس نمیته بر تو دیتا. بر تو خیلی آسان میکنه، راه را برات آسان میکنه. 99%، 98%، 97% چیتا رو بر تو میتن. بعد شما خودتان وقتی یک جنگل اسکاوت ببینید بعد از خودتان سر صفحهش میرین و او را سرچ میکنین و میبینین از اونجا دیده میتونین که این باش بیاید که باز سرش کار کنین. معذرت که اینترنت ضعیف است تا این را برای ما میاره. ببینیم ما کشیدیم ببینیم که چه کار کرد یا نه.
خب در کل از اینجا میبینیم اونا چون کم ضعیف کار میکنه. خب از این شما میبینیم خوب دقیق شویم که با ما اینجا نوشته کرده average monthly sales. average monthly sales یعنی اوسط فروش جنس از اوسط فروش همین میلیمون سکویزر از تمام فروشندگانی که هستن، اوسط فروشش که تا اینجا به ما 60 دلار پروداکت 60 نفر بهترین در جنس به ما نشان دادن، اوسط فروششون تقریبا ماهانه 2000 عدد است. ماهانه 2000 عدد اینا فروش میکنن. ما میگیم که ما کم از کم روزی باید 10 دانه فروش داشته باشیم که ماهانه 300 عدد ما باید فروش داشته باشیم و این یک شرط دیگه هم هست یا خوب است که گفته شد و اونا کمپلیت شد بهتر شد. به همین ترتیب درآمد ما اینی خود از 60 نفر کلی را برای ما میگه. ما میایم فقط اینجا میبینن اینجا میبینن اول دوم به همین ترتیب سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دوم، یعنی 3 نفر ما حذف میکنن به خاطر که اینا به زور اعلانات به اینجا رسیدن. ببینن ایدی نوشته کردن اد را مثلا اسپانسر میکنن به آمازون پیسه میده تا اینها را مثلا به پیش بیاره. اینا به زور پول. من میگم که نفرا رو به من نشان بده که به زور زحمت خودشون اینجا آمده باشه. البته خب یعنی اون از نفر چهارم شما حساب میکنید تا نفر چهاردهم، البته که تا نفر 14 تا 14 رو میشه 10 نفر برتر. 10 نفر برتر از این جنس، 10 نفر بهتر از این جنس برترین ها را. برای شما میبینید که من کمی بالا بیارم. این از 4 شروع تا به 14. خب این شرط ما چی بود؟ اولین شرط ما بود که 10 در 10 دانه بهترین 3 نفر طوری باشن که ریویو از اونها از 400 پایین تر باشه. خب ما 3 نفر رو پیدا میگیریم که ریویو از اونها 400 به پایین باشه. ما اینجا ریویو آپشن ریویو را پیدا میکنیم. net profit, net first available, net profit, waiting number, waiting, net fees. خب خب اینجا میبینید که ریتینگز اینجا رفته که ریتینگ نمبر، این ریتینگ نمبر هم چی مطلبش از ستاره ها هست. دیگه از number of prior rating for this listing. البته اینی را ریویو در کل میگه. درست در کل اینا که هستن ریویو هستن. ما میگیم در سه ده برتر که از 4 تا 14 است، در 3 نفر طوری باشن که ریویو از اونها پایینتر از 400 باشن. خب ما میبینیم که ریویو از چند است؟ 8157. خب یک نوی خود ست نشد، یکی 37000 است، نه ایره کار ندارم، 850 است ایره کار ندارم. یک نفر میبینم که ریویو از اون 46 هست. برای میگم خب ما 3 نفر گفته بودیم، خب یک نفر پیدا شد. میایم پایین، این نفر زیاد است یا زیاد است، میبینم نفر دوم 187 است. خب یا نفر دومی پیدا شد. این نفر سومی رو میبینیم که نفر چندم 12 است. نفر 12 البته که از ما حساب ما میاد 8 هفتم تقریبا، چون 3 نفر اولی رو ما حذف کردیم. خب ریویو از چند است؟ اینجا 203. خب 3 نفر ما پیدا کردیم که ریویو از اونها پایینتر از 300 است. البته بیشتر از 3 نفر است. خوب است دیگه که بیشتر از 3 نفر در برترین وجود داره که ریویوشون پایینتر از البته 400 از 189 است، 218 203 187 به همین ترتیب 46. بنابراین 2 دانه تست ما پاس شد. البته دونی که بیشتر از 2-3 دانه تقریبا. یک تست ما بود که رقیبان خود میبینیم، خود رقیب ما 1000 نفر تقریبا. تست بعدی ما بود که البته این تو مهم نیست که باید استپ بای استپ یک رده پیش برم، یکی از یک جای از دیگه جای مشکل نیست. تست بعدی ما پاس شد که ریویوش 3 نفر، البته بیشتر از 3 نفر بهتر است که بیشتر از 3 نفر باشن. پیدا کردیم که ریویو از اونها پایینتر از 400 هست. تست دیگه ما حالا میبینیم که چی هست. خب میگیم که revenue درآمد ماهانه در 10 نفر بهترین 5 نفر طوری باشن که ماهانه درآمدشون از بیشتر از $7000 باشه. 5 نفر طوری که و دیگرش کار ندارم، و دیگر 5 نفر کمتر از یا بالاتر، ولی ما 5 نفر طوری کار داریم که ببینیم درآمد ماهانهش البته خرید کلی، البته فروش کلی از این جنسش که پول میسازه برش بالاتر از $7000 باشه. بران ما میایم اینجا میبینیم. خب
prices monthly sell daily sell monthly revenue. اینی monthly revenue است، نشان دهنده چی میکنه؟ ماهانه درآمدشون، هر نفری که ماهانه چقدر درآمد داره. خب این نفر شما میبینید که ماهانه 1,100,000 البته 1,18,068 دلار درآمد داره ماهانه. این ما یک نفر رو پیدا کردیم که درآمدش در بهترین درآمدش بالاتر از 7,000 دلار است. نفر دومی رو ببینید حتی 2,61,170 دلار هست. این نفر دوم پیدا شد. از اینجا ما تقاضا رو میبینیم که خوب تقاضا در جنس. سوم رو میبینیم که 29,980 یا هم بالاتر از 7,000 است. دیگر رو میبینیم که 1,395 پایین تر از 7,000 است. این کار نداریم. 66,574 دلار. این 4 نفر پیدا شد. نفر دیگه ش میبینید که 57,041 دلار. این تقریبا ما تا 14 نفر حساب میکنیم. درست تا 14 این تا 14 اینا رو حساب کنید تا 12 و 13 اینا بودن. درست اینا در بهترین ما هستن. برای ما 5 نفر رو پیدا کردیم که درآمد ماهانهشون بالاتر از 7,000 دلار است. این تست بعدیمون پاس شد. تست دیگه ما چی بود که search volume یعنی چقدر افراد در رابطه با لیمون سکویزر سرچ میکنن. ما میگیم کم از کم باید 10,000 نفر باید کم از کم سرچ والیومشون در اینجا باید باشه. سرچ والیوم چطور ما پیدا میکنیم؟ او را میریم و پیش اینشون رو باز میبینیم. او را از هیلیابتن ما میتونیم که ببینیم سرچ والیومش. رنکینگ نسل کوالیتی تایپ سایکل کنیم. خب باش که این سفر را براتون من داشبورد هیلیابتن برو. اینجا شما میبینید که از این شما اول مارکت پلیس در هیلیابتن انتخاب میکنید کدام مارکت پلیس کار میکنید در آمازون. ما در امریکا هستیم فعلا. درست اینجا رو میبینید نام امیجنس نوشته کنید لیمون سکویزر. اینا با اینجا ببینید که سرچ والیوم با ما در اینجا نشان میده که چقدر مردم در رابطه با جنس سرچ میکنن. 58,141 نفر در رابطه با از این جنس، در رابطه با جنسی به نام لیمون سکویزر هر ماهی با ما سرچ والیوم ماهانه نشان میده. ما چند گفته بودیم؟ ما گفته بودیم حداقل 10,000 نفر باشن. اما اینجا میبینیم که بالاتر از 10,000 است. خوبتر است، بهتر است، پایینتر ما گفتیم نباشن. یعنی حداقل گفتیم، حد اکثر رو نگفتیم. حداقلش که 10,000 باشه، بالاتر باشه مشکل نیست. یعنی تست ما پاس شد. یعنی تست ما چطور شد؟ پاس شد البته. باشه. باشه که هم در هیلیابتن مردم نشان بدم هم در جنگل سکاوت تا بهتر بفهمیم. خب این تست رو پاس شد. چند دونه تست ما پاس شد. اولی پاس شد، دومی پاس شد، سوم البته صدق کرد. کمپیتینگ پرایس رو قبلا دیدیم که 1,000 نفر بودن یا هم چی شد. اینا رو میگیم اوریج پرایس. اوریج پرایس 10 نفر برتره که قیمت اوسط از 10 نفر برتر. تمام قیمت های 10 نفر جمع میکنیم، تقسیم 10 میکنیم، قیمت اوسط با ما میده. قیمت اوسطش گفتیم از 12 الی 40 دلار باشه. اگه تقسیم نکنیم از چهره شما میفهمین. شما اینجا بیاین ببینین. اینجا ببینین که مثلا خب پرایز اینا میبینن. پرایز یعنی در قیمتی که این نفر جنس میفروشه. این نفر اول برتر در قیمت چند میفروشه؟ در قیمت 22. این در قیمت 14، این در قیمت 14، این در قیمت 14، این در قیمت 5 میفروشه. خیلی قیچی سیام در 8 و دیگهش در 21، دیگهش در 22، دیگهش حتی 49، دیگهش حتی 21. تقریبا 8 ایران. ما از این چهره از این میفهمیم که اگر ما کلشون رو جمع کنیم، تقسیم 10 کنیم، دقیقاً که به ما قیمت را میده که بین 12 و 40 هست. شما این کارو بکنید دقیقاً همین قیمت براتون میده. بران ما میگیم که همین قیمت اوسط جنس که است در بین 12 و 40 دلار هست. بران این تست ما چی کرد؟ پاس کرد و صدق کرد. اینا رو میگیم که میریم سر از این آمازون از سلر. آمازون من حیث فروشنده.
آمازون من حیث فروشنده باید سه دفعه من اینو باز تشریح نمیکنم، قبلا بردم به شکل تئوریکی تشریح کردیم، این حال من خلاصه اینو میخونم از اینجا به شکل عملی تطبیقش میکنم. آمازون میگیم که بیشتر از 3 دفعه در تاپ 10 اپیر نشده باشه، ظهور نکرده باشه. خب میریم میبینیم اینجا که سایت کو برند به معنی که نام برند رو نوشته میکنه، کسی که اینی جنس ها داره و برند خود اینجا آوردن، نامه از اونها را ذکر کردن. بنان اگر در این برند شما دیدین که آمازون نوشته بود، بفهمین که جنس خود آمازون میفروشه. اگر هیچ آمازون نبود خیلی بهتر است که آمازون هیچ نفروشه، اگر باز بود باید 3 دفعه اپیر نشده باشه. ببینم آیا آمازون هست، آیا هست. آها نخیر، آمازون داشت وجود. ما تا 14 کار داریم، تا 14 در بهترین تا 14 است، ولی میبینیم که در کل آمازون درش وجود نداره. این حال دوم بعد از این گفتم این سیستم هم پاس شد، یعنی هم تطبیق شد. برند گفتیم، حالا یک برند باشه که خود آمازون، یک برند دیگه البته. خب برند میبینین به نام زولای کیچن یک دفعه پیر شده. باز میبینی که زولای کیچن باز هم جنس به شکل دیگه رو میفروشه، بازی پیر شده می برند. میبینین دوم دفعه، باز میبینین که آیا سوم دفعه، میبینین که زولای کیچن بازی پیر شده 3 دفعه. این حالا باید بیشتر از 3 دفعه نباشه، اگه 3 دفعه باشه میگیم خیره. آیا تا 14 میبینین که بیشتر از 3 دفعه پیر نشده. به همین ترتیب یک برند دیگه به نام MONKING البته اینا میبینین که آیا پیر شده نشده. تا نفر 14 نه نشده، یک دفعه آمده. خب بعد از این آریو آیا هست یا نیست؟ نه خریام نیست، یک دفعه هست. ایموسا آیا هست یا نیست؟ نه خریام نیست. زولاکیچن خود دیدیم. کیو کوالیز آیا هست؟ نه خیر. به همین ترتیب آیا دیگهش هست؟ نه یام نیست، یام نیست. فقط زولاکیچن 3 دفعه اپیر شده. کمی که تزور رقابت سخت است، دیگه چیزی نداره خاص. بنان فهمیدیم که برندم بیشتر از 3 دفعه در تاپ 10 اپیر نشده. یعنی تا اینجا برای ما صدق کرد شرایط. این حال میریم سر گوگل ترند از این. گوگل ترند از این جنس ما پیدا میکنیم که ترند از این جنس در چه حدودی هست. یعنی گفته بودیم که بالاتر از 25 باشه. این خود آمازون هم برای خود جنگلسکر رو می آپشن داره در داشبوردش که بودین البته، و زیادتر که استفاده میکنه مردم از اینجا از گوگل. میدیم که گوگل ترند یا شما میگین یک چیز فری است. اینجاست، اینی گوگل ترند است و ما نشان میده از این جوال شما مملکت انتخاب میکنید. این مملکت افغانستان است، ما میریم ما خود امریکا کار میکنیم، این جنس به شرایط امریکا ما پیدا میکنیم. بیایم در پایین به اینجا که آمدین USA هست وجود داره. خون در پایینش که آمده باش اینجا United States دیدید؟ ایران برای ما بازار امریکا رو ما تحلیل میکنم. من اینجا نام جنس میزنم، فقط نام جنس ما چی است؟ لیمون سکویزر. کلیک کنید سر این. ببینید این گراف برای ما کشید، برای ما سایت گراف 100 است، اینجا 75 است، اینجا 50 است، اینجا 25. ما گفتیم در طول 3 سال اخیر، در طول چند سال اینجا گفتیم گوگل ترند چند باشه، در طول 3 سال اخیر باید بالاتر از 25 باشه. 3 سال اخیر ما از اینجا میزنیم. این برای ما گراف 12 ما قبل برای ما نشون میده در طول 1 سال. البته ما در اینجا 3 سال میزنیم. 3 سال این حال فعلا سال 2023 است، ما در سال 2022 نه، 2021 نه، 2020 نه، 2019 رو میزنیم فقط. ما سال 2019 وجود داره، نخیر وجود داره، از اینجا خود ما کستومایز میکنیم، ترتیبش میدیم. from 2019 چل تاریخی اینی بر ما کشیده سال 2019 تا سال 2023. گوگل ترند از این میبینید، میبینید که اینجا گوگل ترند از این بالاتر هست، ولی در یک نقطه در کدام سال پایین آمده؟ در سال 2019. البته 2020 حساب میشه از ما 3 سال ما کم بیشتر گرفتیم، این در نظر نمیگیریم. خیره
ولی در کل میبینید که ترند از این بالاتر هست، در کل بالاتر از 25 است، یعنی پایینتر از خط 25 نیست، بلکه تا حال بیخی بالاتر رفته، یعنی تا یک وقت تا 100 رفته. بنا این رقم یک موضوع دیگه که در اینجا شما بسیار متوجه باشین است وقتی که جنس شما رو گوگل ترند بندازین ببینین که امیگرافشان باید زیاد بالا و پایین نداشته باشه. اگر زیاد بالا باز پایین باز بالا، این نشان دهندگی از سیزنالیتی of the product میکنه که جنس یعنی یک جنس یک سیزن هست، مثلا در یک سیزن بالا رفته در یک ماه پس پایین اومده سیزنش که شده باز بالا رفته. اگر یک جنس بینی شرط بود بینی رقم بود اما تو برابر اما تو میبینین که کم بالا کم پایین به یک شکل به یک خط رفته بود، بفهمین که این جنس سیزنال نیست. در طول سال در هر وقت در هر جا این در هر وقت فروخته میشه و در هر فصل فروخته میشه. اگر فرض مثال ما اینی را براتون یک جنس سیزنال نشان میدم، خب فیس بطور مثال فیس ماسک، این مربوط به یک سیزن بود، به قرنطینه البته. شما ببینید این جنس پایین باز بالا رفته، باز پایین اما تو پایین. از این رقم مجموعه است که به این شکل گرافشون باشه جلوگیری میکنن به خاطر اینکه نمایندگی سیزنالیتی از اونها میکنن. شما بیاین اینجا ببینید در سال 2020 البته در سال 2020 و 2019 جنس از این گرافش بالا رفته به خاطر اینکه قرنطینه بوده و کرونا بوده و همین باز دیگه پایین اومده تا حال پایینتر است 25 است. ببینید تا چه حدی بالا رفته بود فروش و تقاضا از این جنس به این ترتیب. مثلا یک جنس دیگری البته شاید سپرش همین ترتیب باشه کریسمس تری، البته هر ما اشتباه کردم سپرش. خب نه برای من کشید اینجا. شما اینو میبینید کریسمس تری را این فقط در یک سیزن داره، سیزنش هم در ماه دسامبر است. میبینید اول دسامبر، هر ماه اول دسامبر مثلا این میره بالا. فرض مثال میبینید که میره بالا در طول یک سال میره بالا باز میره پایین، سیزنال هست، فقط یک سیزن این بالا میره. این در طول 3 سال هست که تو شده، البته 4 سال ما 2019 تا 2023 میبینید که تو بالا این رقم پروداکت شما جلوگیری میکنه. خب این تست ما رو پاس کرد گوگل ترند از این رو دیدیم. سیزنالیتی گفتیم که should show no sign of seasonality، آیا این جنس باید سیزنال نباشن؟ الان ما از خود ما سوال میپرسیم آیا جنسی که هست یعنی لیمون سکویزرایی ربطی به کدام سیزنی داره؟ در یک اندازه بله، گفتم میتونیم که در یک حدود در یک اندازه بله سیزنال هست. چرا سیزنال هست؟ به خاطر که لیمو از خود یک فصل داره، در یک فصل جداگانه البته خود لیمو میآید در بازار، طول سال لیمو نمی باشه، بنال تا یک اندازه این سیزنال هست. برای دینی صورت ما میتونیم که بفروشیم ولی بازم یک جلوگیری میکنیم بهتر است. در کل از پروداکت سیزنال جلوگیری میکنیم. اینی حالا پروداکت شاید سیزنال نباشه ولی قابل استفادهش در یک سیزن هست. لیمو هر سال نمی باشه، در طول سال در هر وقت نمی باشه، یعنی در هر ماه و در هر سیزن نمی باشه، فقط از یک سیزن خاصی داره. در اون سیزن باز از لیمون سکویزر استفاده میشن. بنان ما میبینیم که در اینجا یعنی تست ما فیل شد، یعنی ناکام شد. بعدش جنس جلوگیری میکنیم، بعدش میریم یک جنس دیگر رو میپالیم به همین ترتیب. البته این رو باید ما اول متوجه بودیم. خب ما فرض میکنیم که این جنسی هست که سیزنال نیست، به خاطر که ما اینا رو با ویدیو طولانی‌تر میشه و درس خستگان میشه. فقط شما به این شکل بفهمید. ویتش گفته وزن از این نو اوورسایز نباشه، یعنی از دو کیلو باید بالاتر نباشه. ما گفتیم که زیادترش در آمازون در ال بی پوند چی میشه وزن میشه، بنان 1 کیلوی ما معادل به 2 اشاره چند پوند هست البته ال بی و 2 کیلوی ما معادل به تقریبا 5 میشه. بنان ما میگیم که وزن از اینجا ما پیدا میتونیم. net profit rating number listing quality نه weight از میبینین اینجا ویت از وزن ال بی، میبینین به ال بی بر نشان میده. یعنی 0.8 یعنی بیخی وزن از این کم است، یعنی حتی پایینتر از 1 کیلو هست. پایینتر از 1 کیلو است، هرچی وزن کمتر باشه ما خوش هستیم. به خاطر از این خوش هستیم که این جنس سرش مصارف زیاد نمیاد و
قابل یعنی از این است که مطلب خراب شود و از بین بره هنگام پکینگ و فرمسال هنگام انتقال و شپمنت این موضوعات. بران در کل ما ببینیم 10 نفر کلش از 0 چند است. ما از این میفهمیم که دیگه این یک جنسی هست که 2 کیلو خود نمیآید. 2 کیلو خود دست گرفتن نمیشه که تو لیمون سر سکویز کنی. بران این تست ما پاس شد فرضاً فکر کنیم. پروداکت ریتینگ ما گفته بودیم که اوریج در تاپ 10 4.2 باشه. اوریج ما چی رقم پیدا میکنیم؟ اوریج هر چیزی که چند عدد باشه او را جمع میکنی تقسیم تعداد اعداد میکنی. این رقم ما اوریج پیدا میکنیم. ریتینگ از این گفته که ما موضوعات کلا قبلا تشریح کردیم که ریتینگ چی است و ریویو چی است و این موضوعات ما فعلا فقط سر تطبیقش کار است. ریتینگ هم می‌بینید که از این 4.6 از این 4.7 است، از این 4.6 از این 4.7 4.7 4.7 به همین ترتیب کلش 4.7 تا به 4.1 تا 4.3. با میفهمیم که ریتینگ کلی در کل اگر ما اینو جمع کنیم تقسیم 10 کنیم ریتینگش 4.2 میشه. لیستینگ لایفش گفتیم که لیستینگ لایف از این جنس باید حداقل در حدود 6 ماه باید باشه. 6 ماه ما اینجا لیستینگ لایف از این می‌بینیم. listing lifeش اینجا ذکر کرده seller type rank listing quality date first available. اینجا سعی کنید این listing life رو ذکر کرده که برای اولین بار که اینجا به آمازون آمده در سال 2019 ماه 5 تاریخ 2 2015 ماه 26 کنیم معلوم میشه که 6 ماه چی که سالها از این جنس در اینجا به فروش میرسه. بنابراین این تست ما پاس شده. در بهترین کلش میبینیم که در کلشان 2018 2021 2014 2015 تا 2019 اینا کلشان یعنی چندین سال میشه که جنس فروخته میشه. بنابراین این شرایط ما پاس شد. دیدیم که تمام شرایط صدق کرد ولی یک سیزنال هست. ما فرضاً میگیم دیدیم که تمام شرایط صدق کرد. یعنی داخلش ما یک چیزی اگه امکان داشته باشه اضافه میکنیم کتش و اینا به همین ترتیب به فروش میرسانیم. بنابراین این طریقه بود طریقه استفاده البته جنگل سکاوت به خاطر پروداکت هانتینگ و تطبیق شرایط و اینا هم هلی همچنین است که ما یک سری رن کرده بودیم. در هلی همچنین شما میبینید که عین مثل جنگل سکاوت رو کار میکنه. توتال ریونیو از این قدر است. توتال ریونیو ماهانه البته از کلشان به همین ترتیب اوریج ریونیو هست، به همین ترتیب اوریج پرایس هست، اوریج بیسار میخوایم که چی هست، اوریج ریویوز هست. این موضوع شما از اینجا اسپانسرها رو اول دیلیت میکنیم. گفتیم که اسپانسرها رو ما کار نداریم. اسپانسرها به زور اعلانات پیش آمده. البته این چیز کار میشه. شما ببینید از اینجا هر جنس اسم نمبرش ذکر میباشه. از 4 ما شروع میکنیم تا 14 ما این نفر افراد داریم. برند مثلا این نام داره زولای کیچن سایک اونجا زولای کیچن بود اینجا هست. یعنی کلا یک رقم کار میکنه در کل. قیمت ها را این پرایس اینم سلز اینم گراف فروششان اینم منتلی ریونیوشان و به همین طریق این سلر کانتری ریجن یعنی کجا هست یا فیسشان فیس آمازونشان البته یا اکتیو سلرز چند رو فروشنده دی جنس وجود داره 1 2 یا 3 یا ریتینگشان یا ریویوشان. هیلی همچنین برام ریویو میشه یا جنس کا برام ریتینگ یا هم تصاویرشان که جنس چند رو تصویر داره یا فرمسر کل موضوعات در اون چیزی که در اونجا ذکر بود در اینجا ذکر است. عین چیز در اینجا شما کار رو پیش میبرید. و یک خوبی داره که این سرچ والیوم در اینجا نشان میده. سرچ والیوم از 58141 دونه هست. بنابراین اینی طریقه پروداکت هانتینگ برای یو اس ای بوده بازار یو اس ای. بعدش به پیش میریم ان شاء الله یک طریقه دیگه هم هست که از اون شما میتونید پروداکت هانتینگ بکنین و او بلک باکس است. ما برایش فیلترها وجود داره. ما فیلترها رو پر میکنیم بعدش به ما مطابق فیلترها جنس ما میده. بنابراین امیدی که تا اینجا یک چیزی یاد گرفته باشین. تشکر.